درود بر خان بزرگ. خان لطف فرمایید خودتون رو معرفی بفرمایید. با سلام و درود خدمت عزیزان. بنده احمد رضا بختیار، فرزند زنده یاد مجید خان بختیار، سردار معظم امیر مفخم امام قلی خان حاجی خانی، مادر بزرگ پدرم بیبی کوکب بختیار، فرزند ارشد نصیرخان سردار جنگ، از طرف مادری بیبی اختر حافظی زراس از تیره تشمال زراسوند، از طرف پدری زراسوند تیره ایهاوند هستیم، از طرف مادری تشمال زراسوند. متولد 21 فروردین 1329 ساعت 5 بعد از ظهر در قلعه پدری خود لطفعلی خان امیر مفخم به دنیا آمدم و در حضر در خدمت شما هستم. خان تحصیلاتتون چی بوده؟ بنده لیسانس ماشین های کشاورزی و کارمند بنگاه توسعه کشاورزی و بانک کشاورزی بودم از کشور آلمان. خب چند تا سوال شخصی رو خان لطف فرمایید جواب بفرمایید. کدام چهره سیاسی دوران پهلوی رو بیشتر دوست دارید؟ چهره سیاسی بدون شک محمد علی فروغی و سمسام السلطنه. شاعر مورد علاقه شما؟ شاعر مورد علاقه من مولانا و خیام. کدام نویسنده خارجی یا ایرانی را قبول دارید؟ والا خارجی نویسنده ارنست همینگوی، کتاب معروفش هم مرد پیر دریا، کتاب بسیار جالبیه. از ایرانم عرض شود که صادق چوبک. به کدام کشورها سفر کردید، کشورهای خارجی، و کدام کشور را بیشتر دوست دارید؟ والا من بیشتر کشورهای اروپایی را دیدم. از کشور ایتالیا و اسپانیا خیلی خوشم میاد. شهر بارسلون اسپانیا مورد علاقه منه و شهر ورونا ایتالیا که معروف به شهر عشاق که رومئو و جولیت اونجا به هم آشنا شدن و بعدش هم در همونجا دفن شدن و مزارشون هم کنار هم است. بسیار شهر زیبا و قشنگی است. کدام یک از قوانین بختیاری را دوست دارید و به عنوان الگو قبول دارید؟ والا همه قوانین خوب بودن، نمیشه یکی را گفت، ولی خب به نظر من لطفعلی خان امیر مفخم و سمسام السلطنه و سردار اسد. کدام یک از زنهای بختیاری رو بیشتر به نسل جوان معرفی میکنید؟ بیبی ماه بگم و حاج بیبی کوکب و بیبی مریم. بیبی کوکب هم فکر کنم کتابی داشتن خان، سفرنامه دارن. بله، سفرنامهش در دست اقدامه، در دست چاپه، انشالله که به جزی به چاپ برسه. هنرمندان مورد علاقه؟ هنرمندان مورد علاقه من خارجی باشه مارلون براندو، ایرانی هم باشه خدا بیامرزش ارهام صدر، دوست صمیمی بود. بسیار. ورزشکاران؟ ورزشکاران والا در خارج فوتبالیست یکی پله، دوم مارادونا. در ایرانم بدون شک پرویز قلیچخانی و علی دایی. بسیار. گل مورد علاقه؟ گل مورد علاقه من گل مریم. رنگ مورد علاقه؟
رنگ زرده، چون در قرآن از رنگ زرد خیلی تعریف شده. پس الان خان ببخشید چرا رنگ زرد نپوشیدید؟ این رنگ والا رو چی بگم، پوشیدین؟ این یکی از دوستانم 7-8 ماه پیش از تهران برای من فرستاد، چون علاقه خاصی به من داشت و منم به ایشون داشتم، اینه به من هدیه داد. کدام اسم مرد حالا ایرانی یا خارجی را دوست دارید؟ مرد یا زن؟ عرض شود که خانم ها یکی